عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. حدود 1 ساعت و اندی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس بیشتر از این معطلتون نمیذارم و ازتون دعوت میکنم تا با ما همراه باشید. اگه قصد دارید برای اتومبیلتون یه دزدگیر جدید، مطمئن و پیشرفته نسبت به سایر دزدگیرهای موجود در بازار تهیه کنید که امکاناتش واقعاً به دردتون بخوره و مهمتر این که بتونید از اون امکانات بیشترین استفاده رو ببرید، ما ایزیکار رو به شما پیشنهاد میدیم. چرا؟ دلیلش حتما در ادامه برنامه بهتون میگم. یکی از امکانات پیشرفته و منحصر به فردی که دزدگیر تصویری ایزیکار کره داره سیستم پیجر و کارکال ایزیدوره. با استفاده از این سیستم شما میتونید دزدگیر و درب اتومبیل خودتون رو فعال و به راحتی باز و بسته کنید. ممکنه خانواده شما جایی باشن و سوئیچ و ریموت دست شما باشه. خانواده شما با دونستن عدد رمز نکته منحصر به فردش اینجاست و وارد کردن اون میتونن به راحتی وارد ماشین شده و یا حضور خودشون رو کنار یا داخل ماشین به شما اطلاع بدن. البته اگر رمز رو بیشتر از 4 بار بزنید سیستم ضد سرقت کارکال به طور خودکار فعال میشه و شما دیگه نمیتونین دربای خودروی خودتون رو باز کنید. این سیستم واسه آدمای حواس پرتی مثل من که همیشه یادشون میره دربای ماشینشون رو قفل کنن خیلی خوبه. دزدگیر تصویری ایزیکار کره هم مثل سایر دزدگیرهای مجهز و پیشرفته موجود در بازار مجهز به سیستم خنک کننده موتور، قفل کودک، هشدار دهنده باز بودن درب‌ها، کاپوت جلو، صندوق عقب و سیستم ضد سرقت یا همون امکان خاموش کردن اتومبیل حتی بعد از سرقت تا برد 1 کیلومتر و کلی امکانات پیشرفته دیگه. ولی تنها فرقش اینه که شما به خاطر منودار بودن ریموتش به راحتی میتونید از این امکانات استفاده کنید. مزیت‌ها و تفاوت‌های دزدگیر تصویری ایزیکار کره نسبت به سایر دزدگیرهای موجود در بازار انتخاب کارایی‌های اون از طریق منوست که باعث میشه شما خیلی راحت‌تر و سریع‌تر از این امکانات استفاده کنید. یعنی یک گوشه موبایل میتونید از امکانات این دزدگیر استفاده کنید. صفحه نمایش این ریموت OLED و 65,000 رنگه. خب نظرتون چی بود؟ امیدوارم تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو از دیدن این برنامه جلب کرده باشیم. نظرتون راجع به دزدگیر تصویری ایزیکار کره چی بود؟ همونطور که دیدید ایزیکار با بررسی مشکلات موجود در بازار دزدگیری رو طراحی کرده که این نقایص رو حل کرده و مهمتر این که امکانات بیشتری رو هم بهش اختصاص داده و با گارانتی واقعی و ارائه خدمات پس از فروشش در سراسر نمایندگی ها شما رو از بابت کیفیت قطعاتش مطمئن کرده. ما پیشنهاد آخرمون اینه مقایسه کنید و بهترین رو انتخاب کنید. دزدگیر تصویری ایزیکار کره سراسر نمایندگی ها شما رو از بابت کیفیت اگه قصد دارید نسبت به سایر اینطوری بیام خیلی خوب شما گوشاده اینطوری آره بعد قاسی یه ساعت میخواد بازی کنم کلام کنم بخشاش بر نزنید 3 همراه باشید که فقط یه بار دیگه بدید فقط همراه باشید 10 تومن میشتم با ما همراه باشید 10 تومن بزنید. اگه به خاطر مشکلات زندگی، خستگی کار، شلوغی شهر، سر و صدا یا هر دلیل دیگه‌ای نیاز به آرامش دارید، میخواین دست عزیزانتون رو بگیرید و برین داخل یه فضای باز و سرسبز و خوش آب و هوا زیر یه آلاچیق تمیز که کنارش صدای دلنشین آبشار باشه با یه نوشیدنی خنک و غذای خوشمزه و طبیعی. کجا؟ با هم ببینیم. همونطور که دیدید تالار ویلایی امین ظهرها، شبها و کافی شاپش هم بعد از ظهرها آماده پذیرایی از شما و میهمانانتونه. منتظرتون در تالار ویلایی امین هستیم. خدا نگهدار.